ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори панҷум. به قول مؤرخ و واقعه‌نگاری درباری کلیدترخ، لشکری سواره در طول 15 روز 6000 استادی راه را پیموده با همان سرعت تعجیلی شهر را اشغال کردند. آخرین خزینه های دارای کدومان به دست اسکندر افتاد و او سوی گرگان فرار نمود. جنگاوران به 3 گروه تقسیم شده توسط 3 راه سوی گرگان شتافتند. دیروز تنگنای دروازه گرگان را پس سر گذاشتیم. در پیش شهری راگ رای است که در آنجا دارای کدومان نهان شده است. اکنون او از ما رهایی ندارد. ولی دارای کدومان گرفتاری قصاصی لشکری اجنبی نگشته، با سپارش خویشاوندی خویش والی باختر بیس از جانب سرلشکر نبرزن و والی ارخازیه و درنگیان برزیینت کشته گردید. دیری نگذشته به اسکندر مقدونی خبر رسید که جسدی آغشته به خاک و خون دارایی 3 در گوشه خوابیده است. اسکندر به بالای جسد حاضر شده از سرباز کی بودنی مرحوم را پرسید. سرباز پاسخ داد که این دم هیچ کس. تا آمدن اسکندر مقدونی او را خداوندی تمام خلقها و کشورهای عالم از طلوع تا غروب آفتاب شاهنشاه دارای کدومان می نامیدند. موافق اخبار تاریخ طبری ابو علی بلعمی، منظره مرگ دارای 3 دیگر خیلتر تصویر شده است. و این دارا مردی بود ستمکاره و خلق او را دشمن گرفته بودند. همه سپاه بر وی آزرده بودند از بیدادی ها که کرده بود، از کبر و جباری که داشت. اسکندر با حاجبان خویش بیامد به نزدیکی دارا و او را بدید بر زمین به خاک اندر همی گشت و خون از وی همی رفت. و سری دارا بر کنار نهاد و خاک از رویش پاک کرد و او را ملیک خواند و گفت: یا ملیک، نخواستمی که تو را چنین دیدمی. الحمدلله که نه از من آمد بر تو و از کسهای تو آمد بر تو. اکنون هر حاجتی که داری بخواه و بفرمایی. دارا چشم باز کرد و گفت: مرا به تو 3 حاجت است. یکی خونی من نگذاری که باطل شود، و دیگر دختری مرا روشنک بزنی کنی، و 3 دیگر مهتران عجم نیکو داری و ایشان را بردن نکنی. اسکندر گفت: هر 3 حاجت
روا کردم. و دارا بیمرد و اسکندر او را به تابوت اندر کرد و دیگر روز به تخت دارا بنشست و آن روشنک را بزنی کرد و علما و حکمای عجم را بیاورد و علمشان بیاورد و نبیشت و ترجمه کرد به زبان یونانی و به یونان فرستاد سوی اریستوتالیس و هرچند بیتوانیست از شهری پارس و بابل و عراق ویران کرد و حصارها بیفکند همچنان که بخت و نصر کرده بود و دیوانهای دارا همه بسوخت. مراسم تاجگذاری اسکندری مقدونی را بعد سری دارای سه واقعه نگاران و تاریخ نویسان عهد قدیم چون یک گردش جدی در نظام دولتداری و کشورکشایی های این لشکرکشی توانا شمردند. او برابری رسم و آیین مأموری اشرافان یونانی، عنعنه‌های شاهنشاهان هخامنشی را پذیرفته، مقربان و سرلشکرانش را وادار نمود که به رسم شرقیان در حضور او به زانو بیزنند و حتی زمین بیبوسند. این اقدام دسته سرلشکران و دوستان نزدیکش را که در روحیه ایلینی تربیه یافته از آغاز لشکرکشی ها پهلو به پهلو بودند و تفریقه در مقام و مرتبه نمی گذاشتند، در حالتی بسا ناگوار گذاشت. یک گروهی همسفان و دوستان او از جمله گفستیان، پتلمی لگ، پردیکه امری او را ناچار پسندیده باشند. گروهی دیگر فیلات، کلیت، امینته از این کرداری اسکندر آزرده خاطر گشته خواستند به جان او سوی قصد نمایند. سوی قصد آشکار گشت و اسکندری مقدونی اول فیلات، سپس پدری او پرمینان و دیرتر دیگر همسفانی برآشفته اش را محکوم به قتل نمود. اسکندری مقدونی با این ظاهربازی های نظرفریبش میخواست عنصرهای بهترین تمدن غرب و شرق را با هم آمیزش داده یک امپریای جهانی فراگیری آفرد که خلقهای سرشماری گوناگون زبان و مختلف آیین را زیر نگین یک قلمرو متحد سازد. یک دولت متمرکز و ایدئالی بنیاد نماید که ساکن یونان زمین خود را در بلاد پارس و ساکن پارس خود را در مقدونیه بیگانه نپندارد. به همین خاطر او رسم و آیین فارس ها و دیگر خلقیت های آسیا را پذیرفته عزم جهانگیری و کشورکشایی ها نمود. ناگفته نماند که این غایه پرورده و آفریده نخست شاهان هخامنشینی بوده، از عهد کوروش کبیر و دارای یک سر کرده در میان جهانگیران و بنیادگذاران امپریه های بزرگ پیروان و حامیان زیاد پیدا کرده است. خلق تاجیک و نیاگان آریایی او بعد امپریه جهانی اسکندری مقدونی باز در عهد خلافت عرب و استیلای مغول به این هنگامه بزرگ دولتی اجنبیان گرفتار شده هویت ملی و آریت اجدادی خود را از دست ندادند.
در دوران شوروی نیز برای بنیاد چنین ایمپریایی ابرقدرتی که ساکنان آن غالباً با یک زبان عمومی حرف زده مرام و مقصدی مشترک داشته باشند کوشش‌های زیادی به خرج داده می‌شد. گذشته از این مقام و مرتبه یک ملت را با راه صنعی بلند برداشته به دستاوردهای تاریخی و فرهنگی و میراث مدنی ملت‌های دیگر خردگیرانه مناسبت کردن به حکم عنعنه در آمده بود. عادتاً این عملها به خاطر آفریدن خلقیت یک مرام و یک زبان دارای مفکوره از ریشه های تاریخی کنده و از ملت و عنصرهای ملی بیگانه پیاده می گردید. خلاص عزم جهانگیری و بنیاد ایمپریایی یگانه جهانی در نهاد اسکندر مقدونی آنقدر قوی بود که حتی بعد تاج شاهنشاهی دارای سی را به سر نهادن و به تخت اجدادی هخامنشیان صاحب شدن نیز او به لشکرکشی و کشورکشایی هایش انتها نبخشید. اکنون در سری راهی او باختری هزار شهر و سغدی زیبا منظر با بایگری های بی انتهایش دامن افراخته بود. اسکندر مقدونی سرگرم غلبه ها بلندی های آسمانگیری هندوکش را پیموده به پهناهای باختر و سوخت می نگریست و گمان می کرد که مطیع کردن این کشورها نیز چون دیگر ولایت های قلمروی هخامنشی برایش مشکلی ندارد و چندی نگذشته آرزوی دیرینش سازمان دادن ایمپریایی یگانه جهانی جامعه عمل می پوشد. ولی او سخت اشتباه کرده بود. اسکندر از آغاز لشکرکشی به مرزهای باختر و سوخت برخلاف انتظارش به مقاومت شدید مردم این سرزمین دچار آمده در تسخیر این دو ولایت نظر به تمام ولایت های ضبط کرده قلمروی هخامنشی رنج و زحمت زیادی کشید. هرچند والی سابقی باختر بیس خود را به جای دارای سی شاهنشاه اعلان کرده لقب خشیار شاه را گرفته بود، بر ضد اسکندر مقدونی یگان مقاومت جدی کردن نتوانست. وافق معلومات مورخان یونانی هنگامی که لشکری سرشماری اسکندر دریای آمو را در فاصله 400 استادی تقریباً 70 کیلومتر با تلفات زیاد و عذاب و مشقت عبور می کردند از جانب بیس یگان مقابلیت ندیدند. حالان که بیس در اختیارش 7000 جنگاوری سواره باختری و هزارها سربازانی باقی مانده لشکری دارای سه و قبیله های دایی را داشت. شاید برای چنین ترسویی و درست تشکیل کردن نتوانستن مقاومت اعتباری او کاهید و دیری نگذشته همسفانش بیس را دستگیر نموده به اسکندر سپردند و از همان لحظه سر کرده مبارزه های شدیدی قهرمان خلق تاجیک سپیتامین بهر آزادی و استقلال کشور بالا گرفت. مبارزه سپیتامین برای استقلال و آزادی یکی از درخشان ترین صحیفه های تاریخ گذشته تاجیکان به شمار می رود. تا جایی که به علم تاریخ دست داده است، تلاش های واقعی استقلال خواهی
و وطن پرستی با شعورانه تاجیکان از دوره استیلای اسکندر مقدونی چون یک روندی متشکل سیاسی و اجتماعی آغاز یافته در تاریخ نامه های واقعه نگاران عهد اسکندر و دوره های من بعده خیلی روشن ثبت شده است. ده ها مورخان عهد قدیم آریان، کوینت، کورتسی روف، دیادور، پامپی تراک، کالیسفن و دیگران سپیتامین را چون رقیب توانای اسکندر مقدونی و لشکرکشی زیرک و با هنر به قلم داده صفتهای نجیب وطن دوستی و افضلیت او را از آخرین شاهان هخامنشی ذکر نمودند. غلبه های بزرگ عادتاً از پی خطرهای بزرگ به دست می آیند. سپیتامین با دشمنی بسا توانای و مکار، لشکرکشی بی همتا و شکست ناپذیر، اسکندر مقدونی تحت فرماندهی سرلشکران فارس بارها جنگیده شاهدی شکستی شرمنده‌بار آنها گردیده باشد هم این قضیه به مبارزه های شدید او بهر استقلال علیه لشکری سرشماری یونانی و مقدونی مانع شدن نتوانست. موافق خبری کوینت کورتسی روف 7000 جنگاوری سواره باختری و سغدی تحت فرماندهی سپیتامین قرار داشتند که در قیاس با لشکری جنگ آزموده پیاده و سواره و وزن یراق اسکندر قریب 30 برابر کم بود. سپیتامین جنگاوری کسبی و لشکرکشی نبرد آزموده بوده مبارزه های آزادی خواهانه نخستین خود را بر ضد دشمن هنگامی از سر قدرت رفتن بیس آغاز نمود. او مکتب جنگی پارس ها را گذشته برد و باخت آنها را در قیاس با عملیات حربی و نظام لشکرکشی یونانیان خوب آموخته بود. اسکندر بعد قتل بیس نوتاق را اشغال می نماید و از اهالی محلی اسب زیاد ربوده سوی پایتخت سوق شهری مراقند سمرقند لشکر می کشد. او شهری مراقند را اشغال نموده با شتاب سوی کروشکده یا کیراپال رهسپار می گردد. هدف اساسی لشکرکشی با شتاب آن بود که کیراپال را هرچی زودتر ضبط نموده سری راهی به کمک آمدنی سکایی های ساحلی مقابل یک سرد سردریا را ببندند. علاوه بر این شاهراه کاروانگرد را به دست آورده وارد شدن سلاح های جنگی و لوازمات حربی را پیشگیری نمایند. لشکر اسکندر در سری راه کیراپال به مقاومت شدید مردم محلی دچار می آید و مبارزه های استقلال خواهی نیاگان ما بر ضد اجنبیان یونانی و مقدونی بالا می گیرد. الهام بخش و پیشوای واقعی این مبارزه ها سپیتامین بود و تا نفسی واپسین بهر آزادی و استقلال کشورش تلاش ها ورزید. نخستین تلاش های شدید و نبردهای روبروی سپیتامین بر ضد اسکندر مقدونی در مراقند روی داده است. آریان خبر می دهد که اسکندر هنگامی لشکر کشیدن به کیراپال در راه کوهی به مقاومت شدیدی 30,000 نفر سغدیان دچار می آید. در این جنگ نابرابر
لشکری سرتاپا مسلح یونانیان که بر تن جوشن‌های فلوزینی تیر ناگذر، شمشیرهای آهنین، نیزه‌های دراز و لوازمات جنگی مکمل داشتند، تلفات زیاد می‌دهند. از جانب سغدیان 22,000 فدایی جان باخته، باقی مانده ها از فشار اتریدی سرشماری اجنبی عقب نشینی می کنند. مدافعی کیراپال نیز از جانب ساکنان شهر و مردمی دهکده های همسایه خوب براه مانده شد. دیوارهای مستحکم قلعه شهر را حتی با منجنیق رخنه کردن نتوانستند. اسکندر مقدونی دور و دراز دوام کردن محاصره را پی برده، فوج لشکرش را به سمت دیواری مقابل قلعه پرتافت و مدافع چیان را در غفلت گذاشته، توسط ناعیان کافتنی جوی آبگذر به شهر زده درآمد. ساکنان شهر در جنگ‌های کوچگی مقابلیتی سخت نشان دادند. در طول این جنگ‌ها اسکندر مقدونی و چندین سرلشکران او زخم برداشته، عاقبت کیراپال را اشغال نمودند. اسکندر مقدونی آواره ضبط استروشن و فرغانه و ساختن گرنیزان حربی در خوجند بود که سپیتمین مردمی محلی را متحد نموده، با دسته جنگاوران اردوی لشکری در مراقند بوده دشمن را تار و مار می کند. سال 329 پیش از میلاد و شهر را به دست می آورد. وقتی که قشون یونان و مقدونی در تکاپوی اشغال کردنی استروشن و فرغانه غربی بود، آتش شور و اسیان تمامی مملکتی سوخت و یک قسمی باختر را فرا گرفت. اسکندر مقدونی مقیاس شورش را درک نکرده، با کمک گرنیزانی محاصره شده مراقند قشون نچندان کلان تقریباً 2500 نفر فرستاد. وقتی که دسته اسکرانی پیشتر فرستاده اسکندر به مراقند نزدیک رسید، سپیتمین شهر را از محاصره آزاد نموده زیرکانه عقب نشست. اسکران یونانی این احوال را دیده سغدیان را تعقیب کردند. سپیتمین فرصت مناسب پیدا نموده یک بار پس گشت و به سر یونانیان تاخت. ارئن می گوید که یونانیان رو به گریز نهاده به یک جزیره‌چه بین دریای زرفشان در نظر داشته می شود پناه بردند. لیکن در اینجا سکیف‌ها و اسکران سواره سپیتمین آنها را به محاصره گرفته پرانده محو کردند. این شکست‌های پی در پی اسکندر مقدونی را سخت به تهلکه آورد. کیراپال برخلاف چشم داشتی او کناره عالم نبود و پهناهای سرزمینی بزرگی از ساحل دیگری یک سرد سیردریا آغاز می یافت که در اختیاری سکایی های جسور و پرخاشجوی قرار داشت. اسکندر با فوج لشکری سیرشمار به سمرقند بازگشت، ولی سپیتمین نابرابر بودن قوه ها را دیده از محاربه روی راست دست کشید و از سمرقند بیرون رفت. یونانیان به قتل و جزا دادن اهالی شروع نموده
مردانی کلانسال و کودکان را از دم تیغ گذراندند. صدها دیه را آتش زدند تا که چشم سوخدیان را ترسانده مقاومت استقلال خواهی و آشوب و اسیان را بشکنند. اما آتش شورش و تلاش های استقلال خواهی بیشتر علنگمی زد و خلق قهرمانی سوخت به تلفات نگاه نکرده مطیع نمی شد. سپیتمین با سپاهیان سواره تیزگردش از هر طرف به لشکر اسکندر هجوم آورده به استیلاگران ضربه های جانکاه می زد. اسکندر مقدونی از مطیع نشدن مردمی سوخت سخت برآشفته اردوی لشکرش را به 5 گروه تقسیم نمود و امر داد که هر کسی دوچار آمده را بیرحمانه قتل نمایند. موافق خبر دیادار در نتیجه این کشتارها در سراسری سوخت زیاده از 120,000 کس نابود گشته کل دیه و شهرهای این سرزمین بسا خراب و ویرانه شد. هنگام این خونریزی ها سپیتمین با 600 سربازی سواره به عقبگاهی اسکندر مقدونی گذشته مبارزه را در باختر آغاز کرد. او با دسته سربازان به گرنیزان‌های اسکندر مقدونی حمله آورده جنگاوران یونانی را قیر می کرد و آنها را به تهلکه می آورد. اسکندر ناچار یکی از بهترین لشکرکشان خیش کراتیر را بر ضد سپیتمین روانه کرد. در نتیجه محاربه شدید سپیتمین 150 سربازش را تلف داده سوی بیابان عقب نشست. کراتیر از تعقیب کردن هراسیده قفا گشت. سپیتمین دسته جنگاوران خود را از هیئت آریاییان کوچمنچی پره نموده باز در طول بهار و تابستان سال 328 پیش از میلاد به گرنیزان دشمن ضربه های پی در پی میزد و یونانیان را آرام نمی گذاشت. دسته جنگاوران سپیتمین در این دوره تقریباً 3000 سربازی سواره را تشکیل میداد. سپیتمین به خاطر پره آزاد نمودنی سوخت باز به جنگ‌های شدیدی روبرو آغاز نمود. در یکی از نبردهای سخت سپیتمین قریب 800 نفر سربازش را تلف داده عقب نشینی کرد. جنگاورانی باختری و سغدی که از جنگ‌های پی در پی و دنبالگیری‌های اسکندر مقدونی خیلی خسته شده بودند عاقبت سپیتمین را ترک نمودند. سپیتمین با دسته باقی مانده لشکر همراه سکایی‌ها و مسگیت‌ها به بیابان رفت. شما گفتاری پنجم را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.